مقامات توجیک میگویند قرقیزستان 19 شهروند توجیکستان را از حدودش اخراج کرده است. اکثر آنها ساکنان ناحیه لخش بودند. همزمان مطبوعات قرقیزستان می‌نویسند که شهروندان قرقیزستان نیز از توجیکستان اخراج شدند. همکارم مومن احمدی موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با من است. درود مومن، خوب به دلیل اخراج شهروندان توجیکستان از قرقیزستان چی بوده است؟ مقامات در این باره چی میگویند؟ مقامات در ناحیه لخش به ما روی خط 19 نفری را فرستادند که به گفته آنها روزی 3 و 4 می از حدود قرقیزستان اخراج شدند. سبب اخراج آنها شرح داده نمی شود و جانب قرقیزستان تاکنون به آن واکنش نشان نداده است. اکثر آنها قرقیز تبارانند و بیشترشان دانشجو هستند که در بیشکک تحصیل می‌کردند. خودی اخراج شدگان میگویند با آنها گفتند که سندهایشان مشکل دارد و باید از قرقیزستان بیرون شوند. هرچند آنها گفتند که تا مناقشات در مرز میان دو کشور کسی در سندهای آنها مشکل پیدا نکرده بود. ضمناً مطبوعات قرقیزستان گفتند شهروندان این کشور در ناحیه لخش که به دیداربینی نزدیکانشان رفتند طلب شده است که شهروند توجیکستان شوند یا از این کشور بیرون روند. این تا کجا واقعیت دارد؟ ببینید، شهلا مقامات ناحیه لخش گفتند که کسی را برای شهروند تاجیکستان شدن مجبور نکردند. در ناحیه لخش که قرقیز تباران زیاد زندگی میکنند چند سال اخیر تمایل گرفتن شهروندی قرقیزستان افزایش یافته است. فیض‌الله برادزاده رئیس ناحیه لخش گفت که بر اساس قانون شهروند تاجیکستان حق ندارد که همزمان شهروند قرقیزستان باشد. او گفت حالت‌هایی بود که یک ساکن ناحیه لخش پنهانی هم از تاجیکستان و هم از قرقیزستان نفقه میگیرد. در تاجیکستان سال 2015 قانون درباره شهروند تاجیکستان تغییر یافت. بر اساس آن شهروند تاجیکستان حق ندارد همزمان شهروند کشوری شود که تاجیکستان با آن سازشنامه دو شهروندی ندارد. حالا تاجیکستان تنها با روسیه چنین سازشنامه دارد. فیض‌الله برادزاده گفت که آنها تنها از ساکنان خواهش کردند که یا شهروند تاجیکستان بمانند و یا شهروند قرقیزستان باشند. او گفت که این کاری نو نیست، بلکه از سال 2015 برای نظارت قانون درباره شهروند تاجیکستان این کار دوام دارد. او گفت که در یک سال تقریباً 100 ساکن ناحیه از شهروندی قرقیزستان دست کشیدند و همین مقدار از شهروندی تاجیکستان دست کشیدند. خب آیا معلوم است که چند نفر شهروندی قرقیزستان و تاجیکستان را دارند؟ شهلا بر اساس معلومات آخرین حالا تنها در ناحیه لخش 43 نفر را روی خط کردند که دو شهروندی دارند. یک نفر از آنها به رادیو آزادی گفت که برای دست کشیدن از شهروندی قرقیزستان به بیشکک رفت، ولی روند بیرون شدن از شهروندی کاری آسان نبوده است. آمار دقیق و رسمی درباره ساکنان لخش که دو شهروندی داشته باشند موجود نیست. سالهای گذشته منابع گوناگون گفته بودند که بیشتر از 10,000 ساکن لخش همزمان شهروند قرقیزستان هستند. مقامات این را رسما تصدیق نکردند. آیا نفری که از شهروندی قرقیزستان دست نمیکشد اخراج می شود؟ مقامات ناحیه لخش گفتند که از روی قانون شهروند قرقیزستان حق دارد که 56 روز در حدود تاجیکستان به داشتن ویزا زندگی کند. آنها گفتند که اگر شهروند قرقیزستان باشد اخراج نمی شود، ولی باید از روی قانون خود را در خدمات مهاجرت ثبت کند و همچون خارجی در اینجا کار و زندگی کند. خب سپاس مومن برای معلومات فراگیر.